انسان ناشکر به وجدان و به ایمان است، نباید به او اعتماد بست. حکمت بزرگان. طوری از این گفته ها برمی آید محمد اقبال صدرالدین توانسته است که از تجربه روزگار آن بهره را بگیرد که برای منفعت شخصیش حاصل بی‌برکش می دهد. اسلام را او دام تزویر جهت رهگم زدن افراد اعتقادمند و از خود کردن مال حلال آنها کرده است. در این راه پیش گرفته برای محمد اقبال صدرالدین فرقی ندارد که تقدیر این اشخاص چی می شود، فرزندان آنها چی می خورند، در کوچه می مانند یا غریب و در بدر سرسان و سرگردان می شوند. در گرسنگی فرزندان این مردم تنها شکم سیر خود را می بیند و دریافت وسایل آرام کردن نفس ناسیرمش را. از آیات و حدیث روایت پیش آورده پول دیگران را می رباید. آنها قرضدار گشته با فرزندانشان سر کوچه می مانند و این قلاب صاحب مال و ملک زیاد می گردد. تون پرستی، تو آدم کشی، تو عرق خوری، حرام خوری. شما انمی کارا کردین، مردم ما را به کمونیست و به هر چی تقسیم کردین. شما انمی بدبختترین شما این که اون مقصد دیگه بدارین. شما یکم پلان دیگه برای نابود کردن مردم ما دارین. هیچ پلان نداریم. ما پلان یکم پلان نداریم. هم خواهد کسیم تحمد نکه کسی فلو که الله بترس تحمد نکه کسی فلو بشی همجا چخ که هم بگی یکم پرابلم نیست. دفش هم ترا نبینده دمیجه مولوی برا دفشت خوین خدا. محترم خائنان ملت. چرا خائنان ملت میگویم؟ چون که من در بالا شهر دادم که اگر شما دوستان ملت می بودید، اگر شما جانسوزان ملت می بودید، در شبکه های اجتماعی و خواه در وطن و خواه در بیرون از وطن از صدق دل نماز می خواندید و از درگاه خداوند عز و جل خوشبختی و پیروزی و سرجمی و اتحاد این ملت را خواهان می بودید. کمترین اشتباه، کمترین ناجوری های زندگی، جزئی ترین مشکلات زندگی را لوای بدبختی های مردم نمی کردید. یگون ذره پروا نمی کند محمد اقبال صدرالدین که حالی اون مهاجر بیچاره که با او در تماس بود و برنامه های او را دیده لایک گذاشت بعد بازگشت به وطن چه خواهد شد. چون که البته حکومت تاجیکستان همه اون جوانان گمراه شده را مجازات نمی کند، فقط آنها را با پند و نصیحت آگاه می کند که اصل قضیه چیست، چرا آنها گمراه می شوند. لیکن محمد اقبال صدرالدین پروا ندارد. مقصد او گمراه کردن، زهرآلود کردن تفکری همین جوانان است. پیش از اونایی که شما برآمد میکنین یک بار فکر کنین که چی میگین، طرز برآمدتون خودتون کم کم حرمت کنین. نسبتی همین مردمی که روزای بدتری ندیده بود نسبتی شما حق نداشتین تو گپ زنین. هزار رحمت به هم پدر و مادر هم برادرایی که همین روزا را حس کردن، صلاح کردن، همه بگیم اجازت ها بود هر دو طرف یا دیگر را بخشش کردن. چیکارایی نشید، همه مردم شیش دید. امروز شما حق نداشتین که نسبت همون فرانت خلقی و نسبت مردم شریف کلوب این خیلی برآمد کنین. برای ما التماس میکردم که هر جایی برآمد میکنین یکمشون گپتون خایده گپ زنید، دیگه‌مش که یاد بگیرید طرز گپ زنیتون. همین بود، همین کارا بود، همین ملت سه ماه به حکومتیشی 200,000 دیگر تکشین. هم شما هم مردم دیگه اگه مردم دیگه نیستیم با همین خاطره که بیاین همین وطنتون با خاطر آینده ملت همون جوانان آبادی کنین. فکر میکنین برآمدهای خودت یگان چی نداری مردمی کلاه با خیلی سرشگرک نکنین. مردمی کلاه همش هم میفهمه کی را حرمت کنه کی را چیکار کنه. خیلی میشود کمبودی همه دولت‌های ابرقدرت‌های دینو هستند، چرا باید دولت‌ها نباشد؟ چی به جاش نمیگین؟ مثال میگیریم روز در خریداری که
از خارجان شما را کچی میکنن تو شما فریفته اون نشین و همین خاطر التماس میکردیم کدومت که برآمد میکنی اختیار مد که گپای ناشایسته نسبت دولت و حکومت نسبت این ملت نگین با خاطر این ملت برای خاطر صلح امروزی نه ما ده هزار یارق مون اسپردیم عسکر مون اسپردیم که ما گفتیم گپ نیست تا زیرا دعا میکنیم که همین صلح تاجیکستان ابدی باشد گپ کرده نیست گپ یگون چیز نیست تینجی باشه هم گرگا پوشنون میتر از خروجی هم هست یا اون کس ای چیز نمیترسه اون شما میترسید هم نمرده شما این هرچی در نظر آدم دارین امروز مردم اینقدر بیرحم نکن مردم شریفی کلوب اینقدر مردم شریف کلوب بزرگ هیچ وقتی کردن نمیره و این نمیکنه کارم ببین ماچتوی خدای همه جو است همیرا بونا کرده و هر جای برآمد میکنیم باکتونا پروگرام کرده و ماچتوی تاریخ و قرار بیست آدم در ماشین خونه خدا که دیگه غیبت یک کس نمیکرد شما با درجه اشی که همه نمودی آدمگاری تون برو اومدین برفتین دیگه دادرونی کادو از اون میتین دادرونی تربوز خربوز چیکاره ایختون باشیم خیلی بعد انشالله همون از اون صبر دامجو بتیم و هر کجا میریم از اون میگیم دام پیش خدمونه دام تو پیش خدمت میگیره نمام که التماس میکنیم با شما روزیات میگیم التماس میگه در شخصیت ملت نرسین ملت نکنین خیلی جوباجو نکنین جاگی و جاگی نکنین ملت شریف کلوب هم بهترین فرزندای خوب داره روزای بهترین ده بود این مردم فرزندای بهترین شاید است داد کسی که همین سال تاجیکستان رو ویران میکنه بفهمه که در هر جای باشه جواب میگه پیش همین ملت پیش همین تاریخ ملت جواب میگه